رفقا به یک ویدیو دیگه از سوروایتید خوش اومدید. تو این ویدیو اومدم بهتون آموزش بدم که چطوری از صفحه گوشی خودتون لایو یا استریم بذارید. رفقا شما اول روی این به علاوه‌ای که ایجاد پست میذاره رو شما روش میزنید و بعد شما وارد این مداده میشید و اینجا عنوان لایوتون رو میذارید. مثلا میخواید بنویسید که مثلا لایو استریم کالاف مثلا با شما، مثال دارم میگم. بعد حالا با خودتون میگید که کدوم گزینه رو باید بذارین که از صفحه لایو بذاره. شما روی ضبط ویدیویی از صفحه رو که بزنید اینجا میگه اسم بازیتون میخواد چی باشه، مثلا ماینکرافت، کالاف، پابجی، فری فایر، هر چی. شما مثلا من الان میخوام اینجا بزنم کالاف دیوتی موبایل به فارسی هم بزنید حالا میاره. بعد من اینجا بازیمو انتخاب میکنم و الان شما میتونید از صفحه بگیرید. اینجا تنظیمات پیشرفته و زمان بعدی مثلا میتونید برای کی لایو بذارید و اینجا دوست دارید که مثلا کجا نشون بده، دوست دارید تو ایران نشون بده، دوست دارید به خارج نشون بده، هر جایی رو بنویسید همونجا رو لایو رو نشون میده. اینجا هم که شهر یعنی توضیحات، مثلا من می‌نویسم لایک کنید، مثلا لایک کنید مثلا، بعد میام بیرون و این الان توی توضیحات لایومه. و اینجا این خیلی مهمه، روی شما انتخاب مخاطب میزنید، روی انتخاب مخاطب بزنید، روی نه برای کودکان ساخته نشده. شما اگه بله برای کودکان ساخته شده رو بزنید براتون ویو نمیده، ویو اگه هم ویو بده کم میده. شما باید روی نه برای کودکان ساخته شده است رو بزنید، بعد روی محدودیت سنی میزنید، بعد اینجا مینویسید نه. روی این که نوشته بینندگان بالای 18 سال محدود نشود، یعنی مثلا زیر 18 سال، یعنی طرف مثلا 10 سالش بشه میتونه نگاه کنه، ولی اگه شما اینا بزنید طرف باید 18 سالش بشه، 18 سال و بالا باشه که بتونه لایوتون رو نگاه کنه. بعد شما اگه توضیحات اینا عمل که انجام دادید روی بعدی بزنید دیگه، تایید رو میزنید و تموم دیگه لایوتون گذاشته میشه. اگه دوست داشتین ویدیو رو حتما لایکش کن.